هر کی ایمان دارد که عیسی مسیح است وی از خدا تولد یافته است و هر کی والد را دوست می دارد وی مولود او را نیز دوست می دارد. از این ما می دانیم که فرزندان خدا را دوست می داریم که خدا را دوست داریم و احکام او را رعایت کنیم. زیرا محبت به خدا همین است که ما احکام او را رعایت کنیم و احکام او گران نیست، زیرا هر کی از خدا تولد یافته است جهان را مغلوب می کند و این غلبه‌ای که جهان را مغلوب کرده است ایمان ماست. کیست که جهان را مغلوب می کند؟ جز کسی که ایمان دارد که عیسی پسر خداست. او عیسی مسیح است که با آب و خون و روح آمده است، نه تنها با آب بلکه با آب و خون و روح شهادت می دهد، چون که روح راستی است. زیرا سه هستند که در آسمان شهادت می دهند: پدر، کلام و روح القدس، و این سه یک هستند. و سه هستند که در زمین شهادت می دهند: روح، آب و خون، و این سه موافقت می کنند. اگر ما شهادت آدمی را قبول کنیم شهادت خدا بزرگتر است، زیرا این شهادت خداست که او درباره پسر خود شهادت داده است. کسی که به پسر خدا ایمان دارد در خود شهادت دارد. کسی که به خدا ایمان ندارد او را دروغگو دانسته است، زیرا به شهادتی که خدا درباره پسر خود داده است ایمان ندارد. و این شهادت از آن عبارت است که خدا به ما حیات جاودانی عطا نموده است و این حیات در پسر اوست. کسی که پسر را دارد حیات دارد، کسی که پسر خدا را ندارد حیات ندارد.